اگه همین امشب بمیری، البته خدا نکنه، فقط تصور کن بعدش چی میشه؟ نور، تاریکی یا خواب ابدی؟ شاید هم یه دادگاه باشه، یه ترازو و یه حساب و کتاب. شاید دوباره برگردی توی بدن جدید و یه زندگی جدید رو شروع کنی. حقیقتش اینه که خیلی ها قبل از ما این سوال رو پرسیدن و جواب هر کدومشون فرق داشته. توی این قسمت میریم سراغ بزرگترین ادیان دنیا و میبینیم هر کدوم چه تصوری از اون دنیا دارن. توی بیشتر شاخه‌های مسیحیت وقتی میمیری روح جدا میشه. بعدش چی میشه؟ بستگی داره. اگه به مسیح ایمان داشته باشی میری بهشت، جایی با آرامش ابدی، نور و عشق. اگه نداشته باشی جهنم در انتظارته، مکانی پر از درد، آتش و جدایی کامل از خدا. یه روایت معروف از انجیل لوقا هست درباره مرد ثروتمند و مرد فقیری به اسم لعازر. بعد از مرگ ثروتمند توی جهنمه، اما لعازر توی آغوش ابراهیم آرام گرفته. جالب اینه که توی شاخه‌هایی مثل کاتولیک چیزی به اسم برزخ هم وجود داره، جایی بین بهشت و جهنم، یه جور قرنطینه روح قبل از قضاوت نهایی. در اسلام بعد از مرگ انسان وارد برزخ میشه، یه مرحله بین دنیا و آخرت. تو اون مدت بعضیا در آرامشن، بعضیا در عذاب، تا اینکه روز قیامت از راه برسه. قیامت جاییه که همه دوباره زنده میشن و میان برای حساب و کتاب. اعمالت سنجیده میشن، پروندت باز میشه و در نهایت یا بهشتی میشی یا جهنمی. توی قرآن آیه های زیادی درباره زندگی پس از مرگ هست. توی سوره آل عمران آیه 185 میگه هر نفسی چشنده مرگ است و در روز قیامت پاداشتان به تمامی داده می شود. توصیف بهشت با باغ‌های از نهرهای روان، میوه، همنشینی با خوبان و حوریان. و توی جهنم با آتش، زقوم که یک درخت سمیه و مارهای آتشی. هندوها یه دیدگاه کاملا متفاوت دارن. بعد از مرگ زندگی تموم نمیشه، بلکه دوباره توی کالبد جدید از نو آغاز میشه. اونا به دو اصل خیلی مهم اعتقاد دارن، یکی تناسخ و دیگری کارما. تناسخ میگه روح از یه بدن به بدن دیگه منتقل میشه. ممکنه به یه انسان منتقل بشه، حیوان و یا حتی گیاه. اما اینجوری نیست که اگه روحت در قالب کالبد انسان تناسخ پیدا کرد، در تناسخ بعدی به کالبد حیوان یا گیاه برگرده. وقتی به تناسخ انسانی رسیدی، فقط در کالبد انسانی تناسخ پیدا میکنی. و دیگری کارماست. کارما میگه کارهایی که توی این زندگی کردی مستقیما توی زندگی بعدی تأثیر میذاره. مثلا اگه مهربون باشی، ممکنه توی زندگی بعدی شرایط بهتری داشته باشی، ولی اگه ظلم کنی شاید به شکل پایینتری برگردی. هدف نهایی این چرخه رسیدن به موکاشاست، یعنی آزادی از چرخه تولد و مرگ. یعنی دیگه تناسخی در کار نباشه و روحت با برهمن که همون نیروی الهی یکی بشه. بودا یه مسیر کمی متفاوت پیشنهاد میکنه. توی بودیسم مرگ فقط پایان بدن نیست، یه تغییر حالته. اینجا هم تناسخ وجود داره، ولی تمرکز بیشتر روی رنج و راه‌های جدایی از درد و رنجه. به اعتقاد بودیم زندگی مجموعی از رنج هاست و دلیلش هم خواستن بیش از حد انسان. تا وقتی که این خواسته ها هست، چرخه مرگ و تولد ادامه داره. ولی اگه راه بودا رو بری، شاید بتونی به نیروانا برسی، یا حالت آرامش مطلق و رهایی کامل. یهودیت برخلاف بقیه ادیان ابراهیمی خیلی دقیق وارد جزئیات زندگی پس از مرگ نمیشه. اما اگر فکر کنی که یهودی‌ها به زندگی پس از مرگ اعتقادی ندارند، در اشتباهی. کلاً دین یهود نسبت به باقی ادیان ابراهیمی قوانین سختری برای پیروانش توی این دنیا داره. به زبون ساده، یهودی‌ها مخصوصاً یهودی‌های ارتدوکس زندگی با قوانین بسیار سختی دارن. توی تورات و متون اولیه زیاد درباره بهشت و جهنم حرفی نیست، ولی توی منابع بعدی مثل تلمود از مفاهیمی مثل عالم بعدی یا اولام هابا و جهنم موقت یا گهنم صحبت میشه. جالبه بدونی که بعضی مفسرای یهودی
جهنم رو یه چیز ابدی نمیدونن. یه جور پاکسازی روح قبل از ورود به دنیای بعدی معرفی میکنن. ما نظر 5 تا از بزرگترین ادیان جهان رو بررسی کردیم. با اینکه مسیرهاشون فرق داره، اما تقریبا همه ادیان قبول دارن که مرگ پایان نیست. مسیحیت و اسلام از بهشت و جهنم میگن. هندویسم و بودیسم از چرخه تناسخ و رهایی. توی اپیزود بعدی قرار تناسخ رو به صورت کامل و افرادی که ادعا میکنن تناسخ قبلیشون رو به یاد میارن بررسی کنیم. و در آخر یهودیت که از دنیای پنهان و پر از راز میگه. و سوال واقعی اینه: اگه همه این روایت ها یه جورایی به یه ادامه اشاره دارن، شاید واقعا چیزی اونور مرز مرگ باشه. یه چیزی که انسان با فهم کم و دانش کمش اسمی واسش نداره، یا دست کم اون رو جهان آخرت یا رهایی نامگذاری میکنه. نظر شما چیه؟ بعد از مرگ دقیقاً چه اتفاقی میفته؟ آیا پایان همه چیزه یا فقط نقطه شروع؟